عبدالله عزیز، ممکن که به مخاطبان یک سوال پیش بیاید که شما در مورد لیتیم صحبت کردین. آیا این صحبت های شما از یک ریسرچی است که شما خواندین، از ریسرچ های است که خواندین، و یا هم صحبت های خودتان است؟ دوما شما گفتین که منابع موثق نیست در مورد از اینکه دقیقاً جای لیتیم افغانستان را معلوم بکنه. پس چطور موضوع نیمروز و هرات و غزنین پیش میاد؟ بله. صافی عزیز، در علم تحقیق البته تقسیم بندی ها متفاوت است. تقسیم بندی کدام علم مشخصی نیست. گفتم میشه که ما دو نوع تحقیق داریم، یکی تحقیق تجربی، یکی تحقیق کتابخانه‌ای. برای فهمیدن از اینکه لیتیم دقیقاً در کجاست، تحقیق تجربی فعلا در افغانستان ناممکن است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه برای تشخیص موقعیت درست لیتیم ما با دو دستگاه نیاز داریم، یکی XRF یکی XRD. XRF و XRD مدل‌های مختلف داره. مدل‌های ساده ترش در وزارت معدن در افغانستان فعلا ما داریم. خیلی خرد هستن، شکل تفنگچه را دارن و میتونن یک ساحه بسیار خرد برای ما تشخیص بدن که اینجا کدام عناصر است، لیتیم داره یا نداره. ولی او XRF ها و XRD های خیلی بزرگی که هست فعلا ما در افغانستان نداریم. ولی کسایی که داشتن از کشورهای خارجی یا بعضی اطلاعات بسیار خودروزی که خود وزارت معدن توسط XRD های خردی که داشت جمع آوری کرده، در سایت وزارت اطلاعات و معدن موجود است، در ریسرچ های بین المللی در گوگل اسکالر موجود است و تحقیقات هایی که ما انجام دادیم بیشتر کتابخانه‌ای بوده، یعنی خلاصه ای از اون تحقیقات ها بوده.